ما را تحقیر میکنند، در سردی نشسته و منتظریم. شهروندان ازبکستان وضع خود را در فرودگاه شرمیتوی مسکو همین گونه تصویر میکنند. آنها میگویند که مقامات روسیه به یگان دلیل آنها را به این کشور راه نمیدهند. به نقل یک زاده ازبکستان که به مسکو رفته است، آنها در فرودگاه با تحقیر روبرو گشته هدف بدرفتاری نیروهای امنیتی قرار گرفتند. به قول این مصاحب، بعضی ها بازگشت خود را چند روز منتظر می شوند، اما آنها را از تالارهای انتظاری بیرون نمی برند و با خوراک هم تامین نیستند. در برابر این کارمندان فرودگاه به سؤالها جواب نمی دهند، دغلانه رفتار می کنند و ساعتهای دراز مسافران را تفتیش می کنند. شاهی مردان محمدوف گفت با یک سفر خدمتی به روسیه رفته است. او در وطنش کاری خوب دارد و می‌خواست که در مسکو یک ماه بماند. نقشه داشت که برای کارش تجهیزات لازم را بخرد و هم یک بار شهر را تماشا کند. هنگام گذشتن از نظارت مرزی او را برای سنجش علاوگی فرستادند. شاهی مردان تقریباً 10 ساعت منتظر ایستاده است. به او سوالهای زیاد داده تلفنش را تفتیش نمودند و درباره نزدیکانش پرسپاس کردند. مرا تخمینا ساعتهای 9 و یا 10 بیگاه دعوت کرده گفتند که دیپورت کردند. من 9 سحر به فرودگاه رسیده بودم. پرسیدم برای چی؟ در جواب گفتند برای چی؟ من دیگر باره سبب پرسیدم. آنها باز همان جواب خود را تکرار کرده از پیشم رفتند. پس آن باز ساعت 2 شب به اتاق بازپرسی دعوت نمودند. اگر دانه در زندانها برای چین کردن قد دستگاه دارند، با استفاده از آن عکسم را گرفتند، آب دهانم را گرفتند. به سوال من چرا، آنها جواب دادند که همین طور. در اول به ما گفتند که 10 سال به مسکو وارد شدن نمیتوانیم. ما بار اول به مسکو آمدیم، یگان جنایت صادر نکردیم، ولی آنها ما را مسخره میکنند. در سردی نشستیم. در اینجا کره‌گی ها، فرانسوی ها و قزاق ها هستند. آنها را اجازه درآمدن میدهند. چرا ازبک ها را دیپورت میکنند؟ تاجیک و قرقیز ها را نیز دیپورت میکنند، اما اساسا ازبک ها را نمیمانند. به حساب شاهی مردان محمدوف در فرودگاه حدود 70 شهروند ازبکستان بازداشت شدند. درخواست او برای صحبت با سردار نظارت مرزی رد کرده شد. وی گفت که مسافران امکان خوراکخوری نداشتند. حتی آب جوش را خریدن نه همیشه امکان پذیر بود. بسیاری ها به گفته مصاحب ما در روی فرش خوابیده و کسل شدند و اینچنین شاهد خشونت نیروهای امنیتی گردید. دیروز یک جوانی تاجیک را لطوکوب کردند، اما در این باره در هیچ کجا گفته نشده است، زیرا آن جوانی تاجیک میترسد. او گفت چیزی نمیگوید، زیرا تهدیدش کردند، تلفن‌هایش را شکستند. من گفتم بیا در این باره نقل کنیم، گفت نه، میترسد. با آنهایی که نو می آیند فقط یک روز خوراک داده می شود. آنها باید از کجا غذا گیرند و از کدام حساب زندگی کنند؟ اگر آنها برای پول کار کردن به اینجا آمده باشند، در اینجا 2 شیرک 300 روبل، در بیرون باشد 10 روبل. اگر آب نوشیدنی باشه نیم لیترش 300-400 روبل. شما تصور کنید، برادرم یک چاینک چای را برای عوض 70,000 سوم خرید. شاهی مردان میگوید مجبور شد به روزنامه‌نگاران مراجعت کند، زیرا زمانی در فرودگاه بودنش کوشش نمود که با مقامات ازبکستان تماس بگیرد، اما از کسی پاسخ نگرفت.